هر چیزی یک پایانی داره. البته به جز غلامرضا یه بار می‌خواست 30 کیلو وزن کم کنه. پشمای سینه‌شو زد و 50 کیلو وزن کم کرد. سوپرمن و غلامرضا یک بار با هم جنگیدن و قرار شد که بازنده از این به بعد شورتش رو روی شلوارش بپوشه. غلامرضا از روز اول به سازنده برج‌های دوقلو گفت که باید مثل برج پیزا این برج‌ها رو کج بسازن، اما اونا گوش نکردن. غلامرضا رو چمن ورزشگاه با کفش مهمونی بازی می‌کنه و مربی بهش نمیگه باید استوک بپوشی. غلامرضا نادر و سیمین رو با هم آشتی داد. یکی از رشته‌های ورزشی مورد علاقه غلامرضا بوکسه و یکی از بدترین شاگردای اون مایک تایسونه. غلامرضا وقتی به دنیا اومد دیپلم داشت و تونست ظرف یک ساعت مدرک دکتراشو بگیره. البته 58 دقیقه‌اش داشت به استادش آموزش میداد. اگر کاغذ بر سنگ به قیچی و قیچی بر کاغذ پیروز بشه، غلامرضا میتونه هر ستای اونا رو شکست بده. خودکار غلامرضا نیازی به جوهر نداره، چون هر بار موقع نوشتن کاغذ خونریزی میکنه. چند سال پیش غلامرضا تصمیم گرفت که شاش خودش به عنوان یک نوشیدنی کنسرو شده بفروشه. امروز به اون نوشیدنی میگن انرژیزای ردبول. غلامرضا توی اتاق خوابش کلاه کاسه‌ای تولید میکنه. غلامرضا هر وقت میخواد فیفا بازی کنه با یه دستش رئال مادرید رو برمی‌داره و با یه دستش پاریس سن ژرمن. بعد یه مسابقه بین نیمکره‌های مغزش رو میندازه و همیشه مساوی میشه. غلامرضا یه بار سایه خودش رو حسابی کتک زد چون زیادی بهش نزدیک شده بود. اتفاقا روسیه هم بهترین مشتری غلامرضاست. یه بار از غلامرضا خواستن خاطرات فانش رو تعریف کنه. اون از تجربیات نزدیک به مرگش تعریف کرد. غلامرضا ناخناشو با اره برقی کوتاه میکنه. غلامرضا میتونه با یک چرخ تک چرخ بزنه. وقتی غلامرضا اخم میکنه و ابروهاش به هم میخورن رعد و برق ایجاد میشه. غلامرضا تو المپیک شرکت کرد، کل پاریس و گردنش انداختن. غلامرضا جمعه‌ها و سه‌شنبه‌ها میره باشگاه. غلامرضا فقط کافیه که به مکعب روبیک نگاه کنه تا خود مکعب حل بشه. خورخوره وقتی میخواد بخوابه کمد چک میکنه که غلامرضا اونجا نباشه. غلامرضا معتقده که راکستار باید بیشتر از این رو گرافیک رتد کار کنه. غلامرضا هر وقت بخواد میتونه از گوشش نفس بکشه. ترمیناتور رباتیه که غلامرضا تو بچگی برای کاردستی مدرسه ساخته. غلامرضا یک بار با پا به چانه یک اسب زرد زد. نوادگان اونو امروزه به نام زرافه میشناسند. غلامرضا فقط 5 بار در روز هوا تنفس میکنه. دایناسورها یک بار به اشتباه به غلامرضا نگاه کردن. خودتون میدونین چه اتفاقی افتاد. غلامرضا یکی از معلماشو به خاطر آوردن گوشی به مدرسه اخراج کرد. غلامرضا میتواند یک ماهی را غرق کند. گراهام به تلفن اختراع کرد. 3 تماس بی پاسخ از غلامرضا داشت. غلامرضا میتونه روی دوچرخه پاهاشو بالا بگیره و با کونش رکاب بزنه. باسنش ببخشید. وقتی که غلامرضا به دنیا آمد تنها کسی که گریه میکرد دکتر بود. هیچ وقت به باسن و غلامرضا سیلی نزنید. عمو پورنگ یه قاشق از سوپ اختصاصی غلامرضا رو خورده، به همین خاطری که هیچ وقت پیر نمیشه. غلامرضا چون حال نداشت با همستر خونگیش بازی کنه، یه ربات تلگرام اختراع کرد تا مردم با همسترش بازی کنن. یه بار یه مار کبرا غلامرضا رو نیک زد. بعد از 5 روز درد طاقت فرسا مار کبرا مرد. غلامرضا از تلگرام آهنگ دانلود نمیکنه، اون هر آهنگی رو که بخواد خود خواننده زنده براش اجرا میکنه. غلامرضا نگران قیمت بالای سوخت نیست، چون وسایل نقلیه اون با ترس کار میکنن. غلامرضا هواپیما رو اختراع کرد، چون تنهایی پرواز کردن خیلی خسته کننده بود. مامان غلامرضا هر وقت چیزی توی یخچال پیدا نمیکنه، غلامرضا رو صدا میکنه تا بیاد اونو پیداش کنه. غلامرضا معتقد فمینیستا صبحا باید زودتر از خواب بیدار بشن تا به کارهای خونه برسن. غلامرضا برق اختراع کرد و به ادیسون یاد داد، چون ادیسون کلمه برق رو براش دایرکت کرده بود. غلامرضا به گربه رضا پیش رو تایپ کردن یاد داده. غلامرضا آتش روشن کردن زیر دریا رو به باغ اسفنج یاد داده. غلامرضا به کامبیز دیرباز میگه که امشب باید زودتر ببنده. اسلحه MP5 به غلامرضا بفروشید. تمامی بازارهای سیاه در دستان غلامرضا اداره میشن. از اهداف غلامرضا فتح تمام دنیا و کشیدن خط مترو از کرج تا شیکاگوه. غلامرضا ویدیوهای تیودیپای کنار خانواده بدون هندزفری نگاه میکنه. غلامرضا تو مراسم‌های ختم گردو رو نصف میکنه و لاش قوربا میذاره. غلامرضا نیازی به کنترل تلویزیون نداره، انقدر به تیوی نگاه میکنه تا بالاخره کانال عوض شه. از آنورتا وقتی به ماه رسیدن غلامرضا بهشون خوش آمدگویی گفت. غلامرضا واسه آب و برق و منجری نمیره تو خیابون. غلامرضا جدول تناوبی رو قبول نداره، زیرا غلامرضا میدونه که تنها عنصر فقط غافلگیریه. غلامرضا با موز میتونه رونالدو رو دریبل کنه. غلامرضا میتونه دشمناشو با تلفن بیسیم خفه کنه. آنفولانزا هر سال غلامرضا میگیره. وقتی که غلامرضا تقسیم میکنه هیچ باغ مانده‌ای وجود نداره. غلامرضا یکی از بازفایت‌های الرینگ بود، اما انقدر سخت بود شکست دادنش که از بازی حذفش کردن. ملکه الیزابت اکس غلامرضا بود. غلامرضا میتونه با یه نون لواش 1000 سال زندگی بکنه بدون اینکه بهش دست بزنه. غلامرضا 3 روز قبل از عید بالا واس عیداش میرفت بیرون و مامانش هیچ وقت سرش خور نمیزد. غلامرضا سریعتر از هر دونده‌ای میسته. غلامرضا میتونه با ویولون پیانو بزنه. غلامرضا موقع فوت کردن کیک تولدش لایه اوزون سوراخ کرد. غلامرضا یه نارنجک رو پرت میکنه و 50 نفر میمیرن. بعد نارنجک میترکه. ماشین حسابا معمولا برای حساب کردن اعداد زیاد از غلامرضا کمک میگیرن. غلامرضا بار کج به منزل میرسونه. غلامرضا با لیوان سوشی میخوره و با چاپستیک قیمه. غلامرضا خورشید رو توی یک مسابقه به هم خیره شدن شکست داد.
اندرو تیت هیچ وقت به غلامرضا نگفت بوگاتی چه رنگیه، چون میدونست غلامرضا هر وقت بخواد میتونه رنگ بوگاتیشو عوض کنه. هجری 405 غلامرضا تحت هیچ شرایطی واشر نمیزنه. وقتی سیدی غلامرضا کار نمیکرد، غلامرضا از تو دستگاه درش میآورد، یکم روش اثر انگشت میوالید و میذاشش داخل دستگاه و بدون وقفه دستگاه پخشش میکرد. غلامرضا کتاب نمیخونه، ازشون بازجویی میکنه. غلامرضا میتونه بارش باران یک آدم برفی از جنس آتش درست کنه. بتمن در اتاق خواب خود پوستر غلامرضا رو چسبانده است. محسن لرستانی تو ماشینش ریمیکس صدای نفس‌های غلامرضا رو گوش میده. صدای غلامرضا تو کوه نمیپیچه، اما صدای کوه تو سر غلامرضا میپیچه. کارت ملی غلامرضا تو 20 دقیقه صادر شده قبل از اینکه اون اقدام کنه برای ثبت نام به دستش رسید. غلامرضا نفس نمیکشد. او هوا را گروگان میگیرد. غلامرضا بدون اوتوتیون میتونه صداش شبیه پوبون کنه. غلامرضا سواد به تنهایی و با خوندن کتاب یاد گرفته. غلامرضا وقتی وارد یک اتاق میشه چراغا رو روشن نمیکنه. اون تاریکی‌ها رو خاموش میکنه. ارواح بعد از دیدن غلامرضا پیش روانشناس میرن. رولت روسی از تفریحات مورد علاقه هیتلر و غلامرضا بود. هر بار غلامرضا تشنج میشه و آب میخوره تا چند سال روی زمین خوشسالی اتفاق میفته. جلیقه ضد گلوله برای محافظت از خودش غلامرضا میپوشه. تنها زمانی که غلامرضا اشتباه کرد زمانی بود که فکر میکرد اشتباه کرده. این غلامرضاست که به مامانش میگه اگه میخوای میوه بخوری باید اول بشوریش. که غلامرضا هیچ وقت تمرین بدنسازی نمیکنه چون نظم کیهان هستی تو 5 دقیقه اول از بین میره. یه بار غلامرضا برای سرگرمی کنار یه ساحل یه کوه شنی درست کرد. امروزه به اون کوه میگن قله اورست. غلامرضا فمینیستا رو مجبور که ظرفای خونه‌شو بشورن. برای غلامرضا 60 دقیقه فقط 20 دقیقه طول میکشه. غلامرضا وقتی که با آینه نگاه کرد هیچ بازتابی ندید، چون فقط یک غلامرضا وجود داره. غلامرضا نمیخوابه تا صبح بشه، منتظر میمونه تا صبح بشه. غلامرضا یه پلیلیست از آلبوم یاد حسین و آلبوم جدید یاس داره. غلامرضا معمولا با صابونای آلمانی خودشو میشوره. غلامرضا با شاشیدن اسمشو روی دیوار حک میکنه. غلامرضا استیک خودشو با گاز اشک‌آور تمدار میکنه. غلامرضا روی پیسی زغالی میتونه رد رو با گرافیک 4K اجرا کنه. دیوار بزرگ چین برای دور نگه داشتن غلامرضا ساخته شد. غلامرضا دوش نمیگیره، حمام خون میکنه. میمونی که احمدی نژاد فرستاد فضا در واقع جاسوس غلامرضا تو کهکشان راه شیریه. غلامرضا میتونه با آتشو خاموش کنه. غلامرضا میتونه از آب پرتقال آب لیمو بگیره. غلامرضا میتونه با چشم باز عطسه کنه. غلامرضا با لباساش اتو رو صاف میکنه. غلامرضا معتقد شیر پنگوئن از شیر اسب آبی خوشمزه تره. غلامرضا چند روز در هفته فیلم بردار مدگل وای میسه. غلامرضا اسنپو به مقصد میرسونه. غلامرضا شورای سرشو به جای کوکائین میفروشه. غلامرضا میتونه با دستاش روی آب راه بره. غلامرضا اولین تتوی بدن تتلو رو زد. وقتی غلامرضا بهت فاک نشون میده داره بهت میگه تا چند ثانیه دیگه زندگی. غلامرضا ایده ویدیوهای مستر رو میده. غلامرضا یک بار دنیا رو از نابودی نجات داد با کنترل خشم خودش. غلامرضا هیچ وقت اسباب بازی نداشته، اون با احساسات مردم بازی میکرده. غلامرضا آخرین رقم اعداد پیو کشف کرده. غلامرضا وقتی که هر دو دستش بسته بود تونست توی مسابقه مچ‌اندازی برنده بشه. غلامرضا یه بار توی بهشت آتش روشن کرد. اکثر مردم فقط 23 جفت کروموزوم دارن، اما غلامرضا 72 تا داره و همه اونها هم کشنده هستند. ورود غلامرضا به المپیکا ممنوعه چون هیچ مدالی دیگه به هیچ ورزشکاری نمیرسه. غلامرضا بایسکشواله، هم زنا رو دوست داره هم دخترا رو. غلامرضا تنها مردی است که یک دیوار آجری را در بازی تنیس شکست داده. هر سال نوری برای غلامرضا 5 ثانیه تو خاموشی میگذره. یه نکته جالب که راجع به غلامرضا نمیدونی اینه که اون دهه 80 سال قبل از میلاد مسیح به دنیا اومده. غلامرضا کسی بود که حضرت یونس از شکم نهنگ بیرون کشید. غلامرضا میتواند با یک دست کف بزند. بابا واقعی بوده تا قبل از اینکه یادش بره برای غلامرضا هدیه بیاره. غلامرضا جنها رو نعل میکنه. وقتی غلامرضا وارد خونه جن زده میشه جنها از ترس میرینن به خودشون. غلامرضا تو صف نونوایی وای نمیسه. نونوا برای فروش نون به غلامرضا تو صف وای میسه. غلامرضا برای تمسخر سایز کوچیک درک فیلمشو پخش کرد. غلامرضا با ماه گل یا پوچ بازی میکنه. البته انسانا به این پدیده میگن ماه گرفتگی. غلامرضا پلیس FBI رو تربیت میکنه. غلامرضا میتونه بره پاساژ علایالدین گوشی بخره تو پاچش نکنن. غلامرضا با ترش متن پاک میکنه و با پاکن سر مداد تیز میکنه. مدیر بخش پیشگویی انیمیشن سیمپونسا غلامرضاست. غلامرضا میتونه با خودکار آبی نارنجی بنویسه. غلامرضا سوریچ هیچکس رو از لیبلی که خودش ساخته بود یعنی ملتفت انداخت بیرون. وینی غلامرضا رو به بلایند دیت دعوت نکرد، فرداش فیلمش با غلامرضا لو رفت. غلامرضا از همون بچگی شخطاپوست رو درک میکرد، اصلا نیازی به بزرگ شدن و فهمیدن این موضوع نبود. غلامرضا به غذاهای هندی فلفل میزنه. ماشین بتمن ماشینیه که غلامرضا تو بچگی با مواد بازیافتی ساخته. غلامرضا هر سال دم سال تحویل آهنگ اثر منفی رو گوش میده تا سال جدید رو با خیر و برکت زیادی شروع کنه. غلامرضا موقع خواستگاری تصمیم میگیره که چند تا سکه از پدر عروس بگیره. غلامرضا یه بار دنیا رو نابود کرد، پشیمون شد، از تو سیواش دوباره آوردش. غلامرضا به 300 زبان زنده و مرده دنیا مسلطه. غلامرضا اسرائیل استخدام کرد تا مردم رو بکشه، اما در آخر کسی که قرار اسرائیل رو بکشه غلامرضاست. غلامرضا هیچ وقت حالا سوئیچ ماشین یا کار
آرت ملی و شناسنامه‌اش گم نکرده. بیشتر اشیای حاضر در موزه لوور وسایل بلا استفاده غلامرضا بودن. در اصل چون شیطان به غلامرضا سجده نکرد خدا نبخشیدش. غلامرضا داورای عصر جدید رو حذف میکنه، حتی خود احسان علیخانی رو. غلامرضا معتقده که ایمان آباد از میالند و کرشتوپیا جای بهتریه. غلامرضا سر کار نمیره، اون بقیه رو سر کار میذاره. غلامرضا یه بار دچار حمله قلبی شد و قلبش باخت. غلامرضا تو آپدیت آخر ساعت بنتن به این ساعت اضافه شد. غذای مورد علاقه غلامرضا کله‌پاچه است، ولی نه کله‌پاچه گوسفند، کله‌پاچه فیل. غلامرضا پیچگویی نمیکنه، به حرفاش عمل میکنه. غلامرضا تونست استعداد مسی رو کشف کنه، وگرنه اصلا مسی می‌خواست بره ژیمناستیک. غلامرضا چیزی رو قسطی یا با تخفیف 40-50% نمیخره. غلامرضا همه چیزو با تخفیف 110% میخره. فیلم بردار لایو پیشرو، همون لایوی که میگفت مشکل داری بی‌ناموس، غلامرضا بود. غلامرضا میتونه به پلیس موش بزنه حتی وقتی دستاشو از پشت با دستبند بستن. غلامرضا تو گوشی آریا که اکسر یوتیوب نصب کرد. غلامرضا میدونه پرونده شاپور دخترمش چیه. جنتی رو غلامرضا شیر میداد، البته با شیشه شیر. هیروشیما آخرین شهری بود که به غلامرضا ایمان نداشتن. غلامرضا به اولین سامورایی که تاریخ شمشیر زدن یاد داد. ناسا برای غلامرضا کار میکنه. شمالیا موقع تعطیلات برای خوشگذرونی میان پیش غلامرضا فیزیکو به کریستوفر نولان یاد داد. معمولا وقتی انگوش کوچیکه غلامرضا میخوره به پایه مب داد میکشه. غلامرضا فیلم‌ها رو از آخر میبینه. فردوسی توی 30 سال تونست فقط 5 خط از شاهنامه رو بنویسه که با کمک غلامرضا تونست تو 10 دقیقه کتابو تموم کنه. غلامرضا یه اسلحه ساخته به نام AK-48. غلامرضا معتقده که دمپایی ابری از بمب اتم قوی‌تره. شاید فکر کنید این به خاطر اینه که سوسک با دمپایی ابری میمیره ولی با بمب اتم نه. باید بگن سخت در اشتباهی، چون غلامرضا تونست با بمب اتم فقط یه شرطی ژاپن رو نابود کنه، ولی 100 سال قبل از اون تونسته بود با یه دمپایی کل ژاپن رو فتح کنه. غلامرضا یه بار تونست مامان بزرگش رو راضی کنه که گشتش نیست. غلامرضا موقع صفحه لودینگ GTA به مامان باباش میگه تلویزیون رو نگاه کنید. غلامرضا یادشه 4 شب پیش شام چی خورده. تو جنگ ایران و عراق همه دنیا پشت عراق بودن ولی غلامرضا طرف ایران. به خاطر همین بود که ایران پیروز شد. غلامرضا معمولا وقتی پدرش داره برنامه کودک نگاه میکنه کنترل ازش میگیره میزنه اخبار تا اخبار ببینه. غلامرضا از اسپری فلفل برای شستشوی صورتش استفاده میکنه. غلامرضا با قالیچه حضرت سلیمان دریفت میکشه. غلامرضا هیچ وقت با پراید تو سربالایی کم نمیاره. برج ایفل ماکتی از برج اصلی که غلامرضا با کبریت ساخته. غلامرضا با دو چشم باز میخوابه. غلامرضا یه دفتر خاطرات داره که اسمش کتاب رکورد گینسه. غلامرضا معتقد سیگار برای سلامتی مضره ولی اگه کم بکشی مشکلی نداره، مثلا زیر 3000 نخ در روز ایرادی نداره. غلامرضا به همراه اول پیام میده که 85% از حجم مصرفی تموم شده. شفق‌های قطبی نور لیزر جاسویی غلامرضا. اون روز غلامرضا چون سرش شلو بود انگشت پتروس کرد تو سوراخ سر. جنا وقتی میرن بخوابن زیر تختشون رو برای وجود غلامرضا چک میکنن. غلامرضا تو هند بدون هیچ مشکلی گاو سواری میکنه. دوربینای راهنمایی رانندگی موقع رسیدن به غلامرضا سرعتشون رو کم میکنن. غلامرضا توی کره شمالی به کیم جونگ اون توهین کرد، حتی خوابون زیر گوشش، ولی هیچ کاری باهاش نداشتن. غلامرضا با هر دم و بازدم هوای 20 روزه یه آدم عادی رو تنفس میکنه. غلامرضا رمز همه جیمیلاشو حفظه. غلامرضا بدون عینک شنا زیر آب همه چیزو واضح میبینه. بیانسه هر افتخاری که کسب میکرد از غلامرضا تشکر میکرد. غلامرضا با کلاهی که اصلی 7 بار افسنگ بازی کرد. غلامرضا موقع طبخ غذا از سنگ نمک استفاده میکنه، چون پیدا کردن 3 تن سنگ نمک از پیدا کردن 3 تن پودر نمک راحت‌تره. غلامرضا تو دادگاه از وکیل خودش دفاع کرد. مونالیزا وقتی غلامرضا رو دید اون لبخند معروف رو زد. داوینچی هم سری کشیدتش. غلامرضا تو 3 دقیقه GTA رو پلات کرده. 2 دقیقه منتظر بود تا لودینگ بازی تموم بشه. شبا وقتی ننه بابای غلامرضا کابوس میبینن میان تو تخت کنار اون میخوابن. ننه بابای غلامرضا ازش میپرسن که بچه‌ها چطوری درست شدن. چند ماه پیش غلامرضا صاحب تلگرام رو دستگیر کرد تا بهش اکانت پریمیوم بفروشه. غلامرضا به اهورانیازی گفت که کوروش کمپانی کلاهبرداره ولی سر قضیه نات کوین چیزی بهش نگفت. غلامرضا دست خط همه دکترا رو میتونه بخونه و به نظرش دکترا خیلی هم خوشخط هستن. ساندیسای یزدان رادیو اکتیو زون توی آمریکا غلامرضا تامین میکنه. غلامرضا با سنگ پا مسواک میزنه. غلامرضا با موهای خیسش سشوار رو خوش میکنه. دایی غلامرضا چون حلال زاده بود یه ذره قیافش شبیه غلامرضا شد. هیچ خیابونی به اسم غلامرضا نیست چون هیچ کس غلامرضا رو دور نمیزنه. از تفریحات غلامرضا بستنی خوردن تو قطب شماله. غلامرضا تو جمع بدون هدفون و انواع اعتدال رو گوش میده، مخصوصا خانم وزیری و جهنم رو. هیچی غلامرضا رو نمیکشه، پس غلامرضا دنبال هیچی میفته و اونو میکشه. غلامرضا تنها موجودیه که بهش نمیگن غلامرضا قدیم بهتر بود، چون غلامرضا همیشه در حال بهتر شدنه. گیس و کمر ریزش شدید مو داشت تا اینکه غلامرضا بهش یه شامپو معرفی کرد. غلامرضا طراح ارشد گوشی‌های آیفون رو دستگیر کرده و تو انباری خونه زندانی کرده. به خاطر همینه که گوشی‌های آیفونیش تغییری نمیکنه. غلامرضا کلید پشت بوم میده به فدایی. مربی دفاع شخصی کرکتوس غلامرضا بود. غلامرضا یه بار مسابقه هر کی پرک بزنه باخته، با یه مجسمه گذاشته برد. غلامرضا میتونه به صورت دستی ضربان قلبش تنظیم کنه. غلامرضا مطبوع خودش به زنبورا میفروشه. غلامرضا تو برج میلاد از پله‌ها میره بالا چون معتقده که آسانسورش خیلی کنده. غلامرضا اطلاعات مشکی رو بهش نداد ولی بهش گفت که به کسی نگه. غلامرضا اساس تند به عنوان قطره چشم استفاده میکنه. غلامرضا تو صف مدرسه به مدیرشون گفت آدم صدا دهنت بنداز بیرون. غلامرضا زره میپوشه تا بدنش از زره محافظت کنه. وقتی غلامرضا دست از وزن
زدن برداشت. وزنه نیاز به استراحت داشت. غلامرضا سیبو انداخت تو سر نیوتن. غلامرضا یه بار مسابقه نفس کشیدن زیر آب از یه ماهی برد. غلامرضا با وجود پلاتین هم میتونه از برج میلاد بهتره. چکمه‌های کابویی غلامرضا از کابوهای واقعی درست شده. غلامرضا وقتی وزنه میزنه، وزنه ورزیده میشه و شکل میگیره. غلامرضا میتونه گوشه یه اتاق گرد بشاشه. غلامرضا به گاوای توی خونش کاکائو و نارگیل میده و ازشون شیر نارگیل کاکائو میدوشه. بازی اسکوید گیم یه نسخه آموزشی از بازیه که غلامرضا برای سرگرمی بازیش میکنه. از سلیمان پرسیدن حرف زدن با حیوانات کی بهت یاد داده؟ اون گفت غلامرضا شنا نمیکنه. اون هر وقت میپره توی دریا مولکول‌های آب بسیج میشن تا اونا روی آب نگه دارن. غلامرضا معلم ادبیات خیام بوده. از بیزنس‌های غلامرضا میشه به فروختن قرص‌های لاغری به افراد زیر 40 کیلوگرم اشاره کرد. ساعت فروش‌ها از غلامرضا ساعت دقیق میپرسن. کسی که آدرس آمریکا رو به کریستوف کلمب داد غلامرضا بود. غلامرضا لامپ‌های خونه‌شو خاموش نمیکنه. اون انقدر صبر میکنه تا بالاخره برقا برن. غلامرضا میتونه توی مسابقه همزمان هم نفر اول، هم نفر دوم و هم نفر سوم بشه ولی خود شرکت نکنه. قدرت و توان غلامرضا در حد یه جوان 20 سال است. ما اینکه اون تقریبا 3.5 میلیون سال سن داره. از هاب کف به غلامرضا گفتم ما رو بیدار نکن بذار بخوابیم. غلامرضا هم به حرفشون گوش کرد. غلامرضا از مسیریاب استفاده نمیکنه. غلامرضا همه جا رو مثل کف دستش بلده، حتی روستای پیگمه تو قلب آفریقا. غلامرضا از تارهای مردعنکبوتی به جای بند کفشش استفاده میکنه. هوش مصنوعی یه مدل خیلی ضعیف شده از هوش غلامرضا در دوران جنین بودنش تو شکم پدرشه. از سرگرمی‌های مورد علاقه غلامرضا اینه که روزا ستاره‌های دنباله‌دار رو میشماره. غلامرضا معتقد با کلاس‌ترین جای دنیا مدرسه است. غلامرضا تو بچگیش ایستگاه آجیلند رو میگرفت. بیل گیتس و ایلان ماسک و مارک زاکربرگ همگی برای غلامرضا کار میکنن. غلامرضا از بقالی تخفیف میگیره و به لباس فروشی انعام میده. رئال مادرید و بارسلونا دو تا از طرفداران و پرپاگورس غلامرضا. غلامرضا به کسی وابسته نیست ولی همه به غلامرضا وابسته‌اند. غلامرضا تصمیم میگیره که بیگ مسعود هر هفته کدوم محله بره. غلامرضا و پوریای ولی با هم دیگه ورزش زورخونه رو شروع کردن. غلامرضا نمیذاره شهاب سنگا به کره زمین برخورد کنن چون تحقیقاتش روی زمین هنوز تموم نشده. غلامرضا با دیدن تامنیلا میفهمه که ویدیو کلیک بیت هست یا نه.